سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی؟ گفت احوال چی میپرسی؟ بیایی دانی. حالا بیا با میدونی چی پس. حالا قبر میدونی، او خانه و چند نیست. قبر فقط همه چقدر خالی ندان. و قبر برای صاحبش بسیار یک موضوع خطرناک است. بسیار چی؟ خطرناک است. اگر میدیدن خدایا عذاب جهنم را اینا بیشتر میترسیدن و زیادتر چی؟ فرار میکردن، میگریختن از دور. خدا در پاسخ جواب فرشتگان میفرماید شما را گواه میگیرم. ببین الله همون ملائکه‌ای که حاضر آمد در صف شما ششتگی‌اند، بعد نماز شام خداوند محاکمه‌شان میکند، حسابات میتن اینا حاضر میرن بعد نماز شام. بعد پرسیدن و سوال جواب کردن این ملائکه ها الله چی میگه؟ شما را این ملائکه هایی که ای همین موضع ای همین نشست برای من حسابات داده، شما را شاهد میگیرم، گواه میگیرم، من آنان را بخشیدم گناهشانه. حاضر خداوند نماز شام ده اعلان بخشیدن گناه شما را میکنه توسط شاهد همه ملائکه ها. چند نفر انسانی که در سخن خدا گوش کرد، پیغمبر گوش کرد، حال بعد شام اعلان میکنه که شما گواه باشه که همین مردمی که در شیشتن گوش کردن، از خدا ترسیدن، از عذاب جهنم ترسیدن، آرزوی بهش رفتن داشتن، مقصدشون بهش رفتن است، خب از عذاب جهنم پناه بردن، همش بخشیدن. از جنت بیرون شد کنید، از جنت که جنایتکارا را بیرون کنید. حضرت بابای آدم علیه السلام از جنت پرت کردن، بیرون کردن، آمد در کوه سرنده، در کوه سرنده افتید. حضرت مادر ماما هوا چی؟ در شهر بالای کوه عرفات آمد افتید، صخره مشرفه. هر دوشان در بیجا 500 سال بین زن و شوهر جدایی شد. 500 سال حضرت آدم علیه السلام از داد و فریاد به جای رسیدن. 500 سال گریه‌اش همی بود ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. بارا الها بر نفس خودم ظلم کردم، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا، من از تو مغفرت میخواهم خدایا، بخشش میخواهم، و ترحمنا، بر حال من مهربان باش، ترحم کن، لنکونن من الخاسرین، خدایا ما با همراهی زنم از جمله زیانکاران شدیم. از جنت رانده شدن ما سببش چی؟ خداوند آدم قطعی زنش روزی جمعه خلق کرد، قالب انسانش انسان شد، روز جمعه وارد جنتش کرد و روز جمعه از جنت بیرونش کرد و روز جمعه دعای آدم علیه السلام چی؟ قبول کرد. بعد 500 سال در شهر جده مبارک سعودی، عربستان سعودی، بعد 500 سال هر شهر چی؟ رو کرد. بعد 500 سال دیدی اندک لفظش چیکار کرد؟ الله گفت که هذه شجره، این درخت را نخورد. اون نخورد، بخورد، فرمان ترک فرمان کرد. الله میگه کسی در دنیا نماز نمیخواند چنین از بهشت رانده. شیطان که رانده شد بجز یک خطا نکرد، خود را زبهر سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه به زمرد بی نماز که او سجده بر آدم و این بر خدا نکرد. او سجده آدم نکرد که به این بلاها گرفتار شد. این آدم در یک چند سجده خدا را ترک کرد. چه بلای عظیم بالاش میآید بی نماز دارد، بالای عظیم میآید. خدا چی گفت؟ هر که بر نفس خود ظلم کرد یا لرزش کرد یا کار زشت انجام داد، سپس از خدا طلب چی؟ آمرزش کند، بخشش طلب کند. بگرد خدای بخش و مهربان و خدا را بخشنده و مهربان می‌یابد. وقت طلب استغفار کرد یک انسان، الله را چی؟ مهربان می‌یابد، زیرا که الله رحمان و رحیم است. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اگر گناه شما مثل کف دریا باشد، دریا رو ببینید وقتی میجوشد بالاش کف میشود،
که او را شمار کردن می شود. اگر گناه شما با شماره ستاره های آسمان باشد، گناه شما اگر برای بیابان برابر باشد، پس چی؟ توبه نصوح کرده الله شما را می بخشد. الله بخیل نیست، ممسوک نیست. الله رحیم است، الله کریم است. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم وجاء بقوم يذنبون فستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سوگند خوردن، قسم یاد کردن، گفتن سوگند به کسی که نفس من در دست اوست، چنانچه شما ای مردم گناه نمی کرده خدا شما را از بین چی؟ می برد. گروهی دیگر می آفرید گناه میکردن، طلب آموزش بود. دیدی رسول الله گفت قسم با خدا گوی مردم اگر شما در دنیا گناه نمی کرده، اگر گناه نمی کرده خدا شما را از بین می برد. یک قوم دیگر را می آفرید که گناه بکنن، بعد گناه کردنشون گردن کج بکنن در الله. خدایا ما گناه کردیم، گناه ما نبخش. الله میگه من دوست میدارم همون سخن، همون آوازی که آواز گناهگار باشه. این بچه گناه کرد، شب میخواد ربا گناه کردم، خودم میدانم که گناه دارم، گناهی مرا ببخش. الله میگه من چنان دوست میدارم که آوازش برای من محقول است. از خواندن قرآن براش محقول تر است. الله میگه که گردن کج در خدایا گناه رو ببخش، الها گناه رو ببخش. میگیرید بنده برای بخشش گناهش. شب میخواد زاره میکنه. چند صدا را الله دوست میداره. یکی صدای جوانی که در جوانی جوان است که بچه های یاشه گناه میکنند، اندر گناه وجدانش چی دیگر به طاقت میکنه. خدایا گناه کردم، میترسم که برای واسه این گناه مرا چی عذاب بدی، اگر من طاقت عذاب ندارم. الله میگه من گناهش میبخشم. اگر شما گناه نمی کردید از من چی خدا شما را میبره و گروه دیگره میآفرید که گناه میکنه و طلب آموزش میکنه و خدا آنها را چی میبخشید. انسان طور خلق شد که عادتا از گناه مسئول نیست. هیچ که من شما از گناه چی مسئول نیستید. گناه میکنیم خواهیم نخواهیم، اما مهم آن است که انسان اگر عمل ناشایسته انجام داد فوری توبه کند و واسه خدا بگردد. گناه کردن مهم نیست، گناه حل میکند، توبه گناه مهم است. خدای نخواست شیطان وسوسه کند که گناه بکنی، دوباره وسوسه کند که نماند که توبه کنی. گناه کردی زود پسش توبه بکن. یه بار توبه بکن و بتشویش کرد. یه انسان گناه میکند، دو منکر و نکیر کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، ملائکه‌ای که خطیبان شما دائمی هستند، خواب بیدار، در ماشین، در موتور، در سمالیات، در آسمان، در زمین، همه حالت چی تا مردن تا هستند. همه یکی مردی روح با مجردی که از بدن برآمدن هر دهکش دلهاش را جمع میکنن، پپکهاشون تای کیت میکنن، مثلا میروند همون جایی که مردی اینا میروند. لیکن نمرده یک آدم گناه میکنه، ملائکه دست راست پشتگیر انسان است. ملائکه دست چپ زود کتابت میکنه، او دست ایره میخته دست راست. برادر چرا سیمایی این بنده گناه کرده، الله ایره چی امر به توبه کرده از چرا؟ ولی گناه توبه نشده را تو میبخشی، مینویسی 3 روز نمیمانه شب. بنابراین تا 3 روز حق توبه کنی داره انسان. 3 روز نمیمانه شب گناه شد نرسد دستی چپ. بعد 3 روز این مردک وقتی گناه کرد، در بالای گناهش تکبر کرد، توبه نکرد، پس چی؟ دیگر ملائکه دست راست ناامید میشن مگر اینکه بلندش. اگر خدای نخواست گناه هر انسانی را که این ملائکه دست چپ در دفتر اعمالش که نوشت، دیگر این 2 چیز از بین میبره برادرای عزیز. یا توبه نصوحی را از بین میبره، یا علاوه دوزخ را از بین میبرد. یا گریه شب، یا که علاوه دوزخ برادرای عزیز. از خدای پاک بخوام خدا همه ما شما را از گناه محفوظ می‌دارد. اگر محفوظ نمی‌دارد گناه میکنیم، پروردگار توفیق توبه نصوح برای ما نصیب بکنه.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا رب. فریاد میکنم بیایید به سوی نیاز و حاجتی که شما در طلب آن بودید. همه فرشتگان آسمان چنین محفل را، چنین حلقه را جستجو میکنن. یه ایدهش که میبیایه همین حلقه را میبینه که اینجا در 100 نفر، 200 نفر، 50 نفر، 20 نفر آدم جمع شده، ذکر و تسبیح و تحلیل و درس گفته ایستادن. دیگران را فریاد میزنن بیایید. ملائکه ها را میگن بیایید که اینجا عجیبه، برای خونه خدا مردم جمع شدن، سخن خدا میگن، سخن رسول میگن، بیایید با هم. فرشتگان با بالهای خود آنجا را چی میپوشانند. بعد فرشته ها همگی میبیان پر و بالا را خیلی پراشان با هم بالای هم میانده. همین نشستگاه بالکلیه نه، همین قشلاق میپوشانند. همه قشلاق چی زیر پر و بالای خود میگیرن از طفیل این حلقه. طبق به طبق، دسته به دسته، روی هم فرشتگان الهی چنان میآیند که خیلی موضوع ها را دوست میدارن که میگه گروه گروه، طبق به طبق بالای هم میان، همه خیلی این مردم را تماشا میکنن. این منظره خودشان میآید، خوش میرن. تا به آسمان دنیا میرسن، خداوند آنان رو میپرسد. اینا بعد از اینجا که درس تمام شد، فرشته ها برای حساباتی نزد الله میروند. بعد نماز شام الله فرشته ها رو میپرسد، در حالی که خدا از فرشتگان آگاه تر است. فرشتگان اینجا میبیان، از اینجا که بعد تمام شدن درس که بالا میره، الله از این حلقه میپرسه شما، در حالتی که الله از فرشته ها خود بسیارتر داناتر است. الله خودش میدونه که در اینجا هر بگه چی گپ میشه. الله از فرشته ها زودتر میدونه. لیکن با به هر حال فرشته ها را که مأموری همی کردن، مسئولی همی کردن، اینجا اسمی را حسابات میدن. فرشتگان چی میپرسد؟ بفرماید بندگان من در روی زمین چی میگویند؟ حالی فرشتگان میروند و میگه شما بنده های من در کدام حالت دیده؟ چی میگفتن؟ و یه شیشتنده ما چی؟ لغلقی بفویده بود یا که سخن خدا و رسول؟ فرشتگان میگویند حمد و ثنا و ذکر و تمجید تو را بر زبان می آوردن. پروردگار رو میگن، فرشتگان میگن ایده بندگان تو در خانه تو جمع شدن، تسبیح گفتن، تمجید گفتن، ذکر کردن، تحمید گفتن، خب نماز خواندن، امر معروف کردن، نهی منکر کردن. میفرماید آیا مرا دیدند؟ خدا میپرسه شده که این بنده هایی که در خانه ما ششتن و عبادت کردن و تسبیح و تعلیل کردن، من دیدگیان؟ الله میپرسه من دیدم؟ میگوین خیر نه، خدای تو را ندیدن. شما را ندیدن؟ میگن ملائکه اصلی خدا میگن نه، خدای تو را ندیدن. این بنده ها میفرماید الله چی میگه؟ اگر مرا میدیدن حال آنان چگونه بود؟ این بنده های می که در خانه های خدا میدارن، میشینن و نماز میخوانن و عبادت و بندگی و تسبیح و تحلیل و امر معروف و نهی منکر و گفتگوی خدایی و رسول میکنن، همه می دیدن؟ میگن نه. اگر هر آینه می میدیدن این بنده های من چخیلی میشیدن، چیکار میکردن؟ میگوین فرشتگان چی میگن؟ اگر شما رو میدیدن عبادت و حمد و ثنا و ذکر تو رو بیشتر از آن انجام میدادن. خدای اگر هر آینه اینا تو رو میدیدن، حاضر که به پروایانه صحبت دارن، صحبت میکنن، بعضی ها به پروایانه گوش میکنن، بعضی ها منافق صفت ها نمیتونن که گوش کنن. الله با بعضی ها رو نصیبی اینی صحبت گوش کردن نکرده. الله وقتی که خود نخواهد که یه بنده سخن خدا و رسول نخواهد، جرأت نمیکنه که از در مسجد برون درآید. یعنی از چنین نعمت عظمی بعضی ها را محروم میکند الله. خدا پناه دید از اینی که از این نعمت محروم شد.
آن روزی که بنده در بالای تابوت میبرد، تابوت وقتی خوابش میکردن بعد در کیچ مردم تکان طرف قبرستان میرود. این بنده در درون تابوت انگشت حسرت میگذد، سخت انگشتش میگذد. کاش که زیادتر گوش میکردم، کاش که زیادتر در چنین محفل ها میشیشتم. چرا گریختم؟ یا فکری میشود. اگر خدای تو را میدیدم عبادتشان 10 چند 100 چند زیاد میشد. میفرماید از من چی میخواستن؟ این بنده ها در شیشتن سخنی مرا گوش کردن، سخنی پیغمبری مرا گوش کردن. یا ایمه چی میخواستن؟ ملائکه را میپرسن. ملائکه میگن از تو بهشت میخواستن. این مردم در اینجا آمدن، اینجا روشان طرف قبله شیشتن، سخنی تو را گوش کردن، آرزوشان بهشت است. بهشت. الله میفرماید آیا بهشت را دیدن؟ بهشت دیدگیان میگن فرشتگان میگن نه خیر ندیدن. و الله اگر بهشت را میدیدن پروردگار میگه حال آنها چگونه بود؟ اینا بهشت ندیدن، برای بهشت رفتن میبیان اینجا میشینن ساعتها سخن خدا و رسول گوش میکنن، وقتها را در خانه خدا میگذرانن، عبادت و بندگی میکنن. بهشت ندیدن. اگر بهشت میدیدن چیکار میکردن؟ اگر بهشت را میدیدن ملائکه میگفتن حرص و طمع و کوشش و طلب و رغبت آنان بیشتر از آن بود که داشتن. عشق و محبت که حاضی دارن، ظاهرا عشق دارن این بنده های خدا، اندکی هم باشه عشق دارن میخوان بهشت برن، لیکن هر آین اگر بهشت را میدیدن ذره یک حلقه که زمین و یک میوه از میوه های بهشت اصلیش اگر میدیدن، این عشقی که حالی دارن 100 برابر زیادتر میشد. الله میفرماید از چی چیز به من پناه میبردن؟ همین مردم در همینجا میشینن، ای چی چیز از خدا پناه میبرن؟ خدای ما را از چی پناه بده؟ میگن فرشتگان از عذاب آتش جهنم. اینا خدای بهشت میخواستن لیکن از دوزخ چی؟ میترسن. ذره هم که باشد از دوزخ میترسن، به تو پناه میبرن. الله میفرماید آیا آتش جهنم رو دیدن؟ خدا فرشته ها رو میپرسه اینا میترسن از دوزخ؟ میگه ها. آیا آتش دوزخ دیدگیان؟ میگه نه خیر دوزخ ندیدن، خدای آتش جهنم ندیدن. خب اگر جهنم رو میدیدن حال آنان چگونه بود؟ اگر این مردم دوزخ رو میدیدن حالشون چگونه بود؟ فرشتگان میگن اگر میدیدن جهنم رو بیشتر میترسیدن، حالا دوزخ را ندیدن کم کم میترسن. اگر یک انسان خدای نخواست از قبر زنده میشد و جهنمی میشد میبرامد، دوزخی میشد، سوختگی و سیاه شده از قبر بلند میشد میبرامد، میگفت که دوزخ بسیار جای سخت است، مردم احوال مرا بینه آتش مرا چگونه کرد. این مردم سخت میترسیدن خدایا، حالی ندیدم. به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی؟ گفت احوال چی میپرسی؟ بیایی دانی. حالی بیا با میدانی چی پس. حالی قبر میدانی، او خانه و چند نیست. قبر فقط همه چقدر خالی ندان، و قبر برای صاحبش بسیار یک موضوع خطرناک است. بسیار چی؟ خطرناک است. اگر میدیدن خدایا عذاب جهنم را اینا بیشتر میترسیدن و زیادتر چی؟ فرار میکردن، میگریختن از دوزخ. خدا در پاسخ جواب فرشتگان میفرماید شما را گواه میگیرم. ببین الله همون ملائکه‌ای که حاضر آمد در صف شما شیشتگی‌اند، بعد نماز شام خداوند محاکمه‌شان میکند، حسابات میتن اینا حاضر میرن بعد نماز شام. بعد پرسیدن و سوال جواب کردن این ملائکه ها الله چی میگه؟ شما را این ملائکه که ای همین موضع ای همین نشست برای من حسابات داده، شما را شهید میگیرم، گواه میگیرم، من آنان را بخشیدم گناهشانه. حاضر خداوند نماز شام ده اعلان بخشیدن گناه شما را میکنه توسط شهید همه ملائکه ها. چند نفر انسانی که در
سخن خدا گوش کرد، پیغمبر گوش کرد، حال بعدشان اعلان میکنه که شما گواه باشه که همین مردمی که در شیشتن گوش کردن، از خدا ترسیدن، از عذاب جهنم ترسیدن، آرزوی بهش رفتن داشتن، مقصدشان بهش رفتن است. خب از عذاب جهنم پناه بردن، همش بخشید.